السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در موضوع سیر یک نفر نگاه داشتن یا اینکه سیر فاش کردن، این کار بسیار یک از خصلت‌های منافقین هست که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند که بدترین همون زن مردی هستند که وقتی که آنها با یک دیگر مثلا که در شب صحبت میکنن یا که مثلا که با دیگر خواب میرن و دیگر کرده همون سیرهای خودشون به سوی دیگر مردم ها میرسانند، این بدترین از زن مرد هستند. گفتن که اینها را الله پاک دوست نمیداره، این گونه انسان ها را. و دیگر حدیثی که برای فرزندهای خود ما و شما باید سیر را نگاه داشتن را باید تعلیم بگیرن. از جمله از کودکیشان باید این کودک باید امانتدار باشد، سیر یک نفر را باید فاش نکند. از جمله یک نفری که در نزد او سیرگویی میکند، یک کاری مهمی دارد که شاید که اونو میفرستاند، نباید اون کودک باشه چه کلام باشه اون سیر را فاش کند. کودک در حقیقت این چیزها را نمیفهمد و نمیداند. هر آینه باید ما اونها را تعلیم بدهیم. چه روایت بخاری است و روایت مسلم هم هست که حضرت انس رضی الله عنه میگه که وقتی که اومد پیامبر گرامی صلی الله علیه و پیش من میگه و انا العب مع الغلمان، و من بودم بازی میکردم با همراه کودک ها. حضرت انس کودک بود، بازی میکردم که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم اومدن پیش من و در همین حالت پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم حضرت انس رضی الله عنه را برای یک حاجتشون فرستادن. وقتی که میگه پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم برای یک حاجتشون مرا فرستادن، میگه پس من دیر کردم که پیش مادرم بر بگردم، کمی دیر شد از وقتی باید برمیگشتم. پس هر وقتی که اومدم حضرتی بگیم که انس گفته است مادرشون پرسیدن ما حبسک، تو رو چی باز داشت که دیر کردی، یگان مشکلش چی گپ شد؟ فقلت بعثنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بحاجتین، گفتن که نبی صلی الله علیه و سلم مرا فرستاد برای یک حاجت، چون یک کاری بود مرا فرستاد. قالت ما حاجته، مادرشون گفتن سین حضرت انس ابن مالک گفتن که حاجت نبی صلی الله علیه و سلم چی بود؟ قلت انها سر، گفتم که همون حاجت نبی صلی الله علیه و سلم سیر است. گفتم یعنی که باید که من خبر نکنم یگان نفر را. قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلی الله علیه و احدا، اگر اون سیر کی باشد خبر نتی به یگان نفر. گفتن تصور کنید مادر تربیتش نگاه کنید که یک وقتی که سیر باشد اون خبر نکن، بگذار که هیچ کاری خبر نکنه. یعنی که فرزند چون با تاکید کردند که کاری نکنی که با اون سیری پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم نفر خبر کنی، یعنی که سیر را نگاه داشتن را تعلیم بگی گفته است. حضرت انس رضی الله عنه میگه که والله میگه در دوام روایتش سینی چی حضرت ثابت گفته است اگر که من همین سیری پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم اگر خبر کردنی میخواستم، هر آینه میگفت ترا خبر میکردم به تو صحبت میکردم، میگفت ای ثابت. یعنی که ثابت هم همون صحابه‌ای که سینی همون طرفی بگیم حضرت ثابت همین قصه را کرد، اما که هست با سینی همون دیگری بگیم دوستی خودش هم خبر نکرد سیری پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم را. سیر نگاه داشتن از جمله پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میفرماید که المجالس بالامانه، مجلس ها امانت هستند. گاهی هست یک صحبت میشد، یک گپ میشه، یک سیرگویی میشود، نباید دیگر نفر اون از اون سیر خبر کردن یا اینکه مثلا اون سیری اون نفر فاش کردن. حاضر امروز در این زمان مثلا تصور کنید که یک نفر یک سیر میگیره، یک امانت میگذارد، اون رفته طرف یک نفر دیگر میگه که این امانت از خیلی سیر است، میگه بگم نفر دیگه خبر نکن، میگه این سخن میگه، اون در اون نفر دیگه خبر کردن میگیرد. استغفرالله، جایز نیست. اگر وقتی که یک نفر با تو سیرگویی میکند، یک مثلا امانت هست، یک صحبت نباید یک نفر دیگر انسان بگوید، یک نفری که تو از اون باوری هم داشته باشی در اون سیر را فاش کردنش جایز نیست است. به خاطری که هست اون تو امانتی در اون امانتی که در نزد تو گذاشته شد، از صحبت باشد، از چیز باشد، از چیزی که نباشد، اگر این الک خیانت شد. خاصتا بعضی محدثین در بابی حفظ کردن سیر حدیث ها رو بسیار آورده که هستند و در باره حفظ کردن مثلا که سیر از آیات قرآن ثابت میکنند که الله پاک در سوره اسراء میفرماید که و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، شما عهد پیمان سیری که بین یکدیگرتان میگذارید، بیشک اون عهدی که شما میبندید اون مسئولیتی دارد، اون پرسیده میشه روز قیامت شما وقتی اون خیانت کردید.
وقتی حفصه مادرمون پیش از آن که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله اونها رو به نکاح خودشان بگیم که بگیرن، آنها هم بگیم که زنی بگیم همسری که بدن خونه ابن حذافه بدن، همه بگیم که شوهری حضرت حفصه از اینجا گذشت در احد. بالاخره حضرت عمر پیش حضرت عثمان ابن عفان آمد که همین دختری مرا به نکاح بدار گفته و دیگر پیش حضرت ابوبکر صدیق هم آمد. بالاخره چند بعد از بین نگذشته که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله اونا چی کردن؟ به نکاح خودشان در آوردن. بعد حضرت ابوبکر کرده حضرت عمر یک روز دید، گفت که عمر گفت من بفهم که دختری خودتون پیشکش ما کردید که به نکاح ما مثلا که بگیریم اونها رو قبول کنیم، اما ما جواب نگفتیم، این با شما خیلی خیلی سخت رسیدگی است. حضرت عمر گفتن بله. گفتن در جواب حضرت ابوبکر صدیق گفتن که به چه سبب میدونید؟ نه گفت نه. گفت فإنه لم يمنعني ان ارجع الیک بما عرضت علی. گفت هر آینه من نکرد اون چیزی که شما پیشکشی ما کردید که به نکاح بگیریم اون دختر شما رو که نگیریم، من نکرد. این بود من کردن این بود که من شنیدم که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله ذکر میکرد، یعنی که ذکر میکرد مرادش که دختر شما رو به نکاح گرفتنی بدن. به هم خاطر ما این با سینی تو خبر نکردم، به طرف شما خبر نکردم. گفت حضرت عمر گفته حضرت کی ابوبکر صدیق ما با شما خبر نکردم تا اینکه سری پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله که رفته در بین مردم پهن نشه. گفته یعنی که تصور کنید که اون نفر بگذار که خفه می شود خفه نمی شود، اون سری پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله چی کرد؟ فحش نکردن. این روایت بخاری است میگه ولو ترکها النبی صلی الله علیه و آله لقبلتها. گفت اگر نبی صلی الله علیه و آله بگذار که نکاح با خودشون به نکاح خودشون اگر نمیگرفتن حفصه را دختر شما را، گفت هر آینه گفت ما اون گفت به نکاح خودم قبول میکردم، اما من شنیده بودم که اون پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله ذکر کرده بودن و من نخواستم که سیره به شما فحش کنم که شاید که نبی صلی الله علیه و آله رفته که اون به نکاحشون نمیگرفتن، شاید که میگرفتن، به همون خاطر سری پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فحش نشود گفته، آشکار نشود. گفته ای عمر من دختر شما را چی کردم؟ خاموش ایستادم، با نکاح میگیرم یا که نمیگیرم با شما خبری نکردم. این سیر گفتن که از علامات ایمانداری است و که از ضرورت‌های دین است. الله پاک همه ما شما از سیر فحش کردن نگهبان باشد. سلام علیکم و رحمت الله.